سلام دوست من، میخوام برات قصه ای بگم، قصه ای از خود زندگی، قصه قله ها و دره ها. ما همه توی زندگیمون روزای بالا داریم و روزای پایین، روزایی که حس میکنیم روی قله ایم، قوی و شاد، پر از امید، و روزایی هم هست که انگار توی دره گیر میکنیم، خسته و تنها، بی راه و بی امید. این کتاب دقیقاً درباره همین لحظه هاست. راوی داستان یه جوونی که توی یه دره زندگی میکرد. اولش فکر میکرد اینجا بهترین جاست، امن و آشنا، ولی کم کم فهمید چیزی کمه. دلش قله رو میخواست، دلش یه چشمانداز تازه، یه زندگی پر از هیجان و رشد. جوون بالاخره تصمیم گرفت حرکت کنه. سخت بود، پر از تردید، ولی راه افتاد. توی مسیر پیرمردی رو دید، یه آدم با تجربه که حرفاش مسیر زندگی جوون رو تغییر داد. پیرمرد بهش گفت زندگی فقط قله نیست، دره ها هم بخشی از راهن. قله ها شیرین میشن چون دره ها هستن. توی دره است که یاد میگیری، قوی میشی و خودتو میسازی. و وقتی روی قله ای یادت باشه مغرور نشی، چون اگه حواست نباشه همونجا اشتباه میکنی و دوباره سقوط میکنی. بهش گفت وقتی اوضاع خوبه فکر نکن همه چیز همیشه همینطور میمونه، آماده فردا باش. وقتی اوضاع بده غرق نشو، مطمئن باشی نمیگذره و قله بعدی در راهه. از هر شرایطی یه درس بگیر. قله ها جای شکرگزاری هن، دره ها جای یادگیری. کم کم جوون فهمید که خودش میتونه انتخاب کنه چطور به زندگی نگاه کنه. میتونه توی دره به خودش بگه این پایان من نیست، این شروع یه صعود تازه است. میتونه روی قله با خودش عهد کنه الان باید یاد بگیرم، ذخیره کنم و آماده بشم برای روزهایی که پایین میام. رفیق، پیام این قصه اینه که زندگی هیچ وقت خط صاف نیست، بالا و پایین داره، شیرینی و تلخی داره، اما راز آرامش اینه که بدونی هر کدوم جای خودشون برکت دارن. وقتی توی دره‌ای به خودت بگو این فرصت رشد منه. وقتی روی قله‌ای بگو این فرصت ساختن آینده است. قله ها و دره ها با هم سفر زندگی ما رو میسازن. دقت کن، قله ها و دره ها یعنی پستی ها و بلندی ها با هم سفر زندگی ما رو میسازن. مهم اینه که بدونی هیچ دره‌ای موندنی نیست و هیچ قله‌ای هم بدون تلاش پایدار نمیمونه. اما تویی که میتونی از هر لحظهش پلی بزنی برای فردایی روشن‌تر.